دسته جوانان رو با قدر زیبا بگیریم برای اجرای سنت هجوی. دستگیری ها نیست، هر سر قدیسه بار بگیریم شما یارم نیست چیکارم خونای هم مردم اکجوی تا لوک مدسی ایداره ورزا بایدامگیری اینی اقدارت کنی اونمت قاشقه نگیریفتو ای مردک تنکیا عمر تورات میکنیه ای امرکم خزا شید خطی تباری زنک فیادر اد بیزور کدی نک قطمو فیودر بویو ای تو میدونی فیودر کیای؟ کیای؟ تو جام بگو مطرح فیودر یه میلی کو همه یکی میزنه و میغلطی کو انا رو مشهورش ای مردک ایمایلو نکت فقط ایما مینولی خیما چکو کنم که تا ایما روزی بوشی همین رو نمیدونی؟ نه تو چو همسومی کاری منو نشتی؟ ای خودتیرم برو ماده ادغام سه خوردی ما هفته دیگه میشون فیادر اینا فیادر آخی هم با دست میزنه هم با گب میزنه هم با لغت ای مرده همی در خونه گوش نمونده گوش خریدن در کن آدر مردی کجیش کمیده مدتی سیاه بوده اگر رژیم اوقات خرید 3 وقت باشه
شش فهمیش کم شده خونخ سرخ تومنش پرمیناو اکی خواهی دختره که خمونا بگو تو دختره که همی خونه شروعیت هم میدونی اشارتا که پشتی شترم تقه کابیوی خواهی دوید دست اوتان دختر تو میلادو را تولد کنه خونه او شاید دا چیلیش همه بروره خواهی او وارده دختره کنه خونه وارده چیل برانش کده چیلی دماد من برو وارده ولی که چی روز همیشه خطیمان بود همون میره دا همون اوچا میره دا اوچای آنها خدا کدمود هم کدمودی پرمیلا بوشا ای مرده خی اوخی و یوشا جوانم اوخی آبا مایوش نبوده ما ایترا خونه تو میبورده 10 مینوت مشته میخسته پاشولت میشیده ای مردک نکتی زیقی دیده خمایلی اوخی او دومود بچه ای خوا ای دختری خمونای کو ای هر کر از زندگی خودش خونه و داری خودش ای مردک همه مایلی او ای بچه مون از هم دادن در کو اینا بنازدیکی ای خدمتی عسکری میویا دیپلوم هم داره نکی کو مردک دختری همه تیشه اوزی خونم رو مادر نیکوی خشتاوری ممکنه بعد کو تویشم بعد دبدبا نمیکنه یکان تریپ او دیگ میکنه میزگارنه مردا شنیده همسویا را تنظیم چونچان زور جریمه کداده ای کم افسونه بگو بچه تو لیو شد زندگی را نمیدونم همین کلون کشید میتیمش ای تمخی گفتم میشینی پاهات بالای پاهات با اوی گرم و جوش تورت کدم میگردی بخی یکانجا کار که کار بیا در میشه واقعی تی چو از سریع کتم روزنم بگیری؟ دل تمام خلقشی؟ تمورو من خلقش رفتم؟ ای دل قیماب کردی آمونده تمورو ای نه کمی گپی گفتگیت کو ایوتم نمه برویا ای چیت گفتم؟ چی خیلی چی گفتی؟ ای خیلی دینا پیشی بیمور خونه اومده استبدم کو بعد ما زنچوک دورا دستکن مور پیچیدگی ای کو چی گفتی؟ چی گفتم؟ هیچی گپ گنده ای نگفتم گفتم نگاه که چت کفتین خورده استای ای بمبرنی شما چای مرا قطی مور برابر کده نه؟ ای مرن مرده خیلی سوال بتن اولا نداده خیلی کمی زندگی ای آدمی ای یکی من مردم با شما زن میگیره بسم الله الرحمن الرحیم استغفر الله بگوی ای این همین نون ایکو نمیگیرم اون نون نیست او چوینی که ای مایلی مرده خیلی پیش های مردن وصیت کنم که مایلی اجازت زن گیره با شما زن میگیره خیلی بریم باشم موجود بود ای مره مردک نشده خیلی بعد او زنکه خونه آورده بعد همون جای خوی مصفل نیایی کو همونجا خو میروا بابا چی؟ دکه آدون یکی او تخا خو میروا خیلی که اوز پلی دنه و هم بری دیوان در یک رو پچکش بپرته همونجا خوروا ای مرده خیلی سوالی دیگه همون را خونه آورده بعد همون تفلیای خوشرویه کیمه را میپوشه نه نمیپوشم چی با نمیپوشه؟ برای که رزمه ریپورت چلیده آیا سیوه ها ای اوشی تل خکته بخرمه جبیا گلزنبی سوزاتی جون ای بیوی ای گلزنبی جون سیوان چیته بچم خدمت اوما آی کایوما هم با نزدیکی اوما ای خیلی همون مسئله خوزگار توی گفته بودم که همون مسئله همون دبره داکی جای خوب خیلی همون او سا میره روز میره چپ میره بو روز میره بو چپ میره بعد همون شده آنی بلوش دفعه کمی زنده کن رفتیم اما چه شده
جون همین دو جوان دا یا دو بوده بچه جان خدای دخترای لویو عایشه فیورای پیون ای سرکسای سرسما خدای پراکرور ملیسا ای سود و بالیسا ای دختر و طبیب ای زخوات حبیب نگاه برا آمین ای بابی جون بی یا خطونا شیاز کنه نوم تو مبگه یعنی چیزی زندگات کنه حاجی عبدالعزیز بیگ و مسئول کرم شاشیرین سمردی بیگ صفا محمد قل احمد جام شما بکنین ای ده بچه هم بم بره نه بین بخنم تو نه دوستان عزتمند واقعا محفل زیبای ظریفان روز تا روز در واقع ظریفان گشته شده است و به دست جوانان بازم موفقیت خواهان هستیم و آنه که امروز واقعا هم شرطهای محفل زیبای ظریفان در سطح بلند اجرا می شود فکر می کنم که صاحب احسن آفرین ها خواهند شد و مؤسسه تعلیمی رقمی 3 شهر بختر یکی از اون مؤسسه‌ای است که در سالهای قبلی نیز در این جدا موفق شده بودند و تا اونی که خلاصه از کمان را با هم بشنویم بخش غنی کنکورسی دسته جوانان را با هم میبینیم ایستی بالا شما بگیرید دوستان عزتمند حال فرصتی آن رسیده است که رو به جانبی از کمان بیاریم برای آن سنجه عجیبی که دست جوانان پیشنهادی با شما کردن با هم بینیم 4 و واقعا بازم به دست جوانان کامگاری تمنا میکنیم و همکنون رسیدیم به شرط سیوم محفل ظریفان تقلید است و ادوار از آن باید شد که در جامعه امروز نسل جوان امروز سعی میکنند تلاش میکنند تا این یا آن هنرمند را تقلید کنند با آن هنرمند پیروی کنند این هم خوب است و پیش از همه این کار از هر یک نفر صاحب ذوقی و صاحب استعداد را طلب میکنند. حالا برای شرط اجرای تقلید دسته جوانان را روی صحنه میخوانیم با قرضک‌های خیلی زیبای استقبال را شما میگیریم.